بسم الله الرحمن الرحیم. تحلیلای نادرستی کردن، مردم رو متهم کردن. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت نمیده. اینا دروغ میگن. مشهد مذهبی ترین شهر ایران آبستن حادثه است که هیچ کس برایش آماده نیست. توسعه همه وقت دولت را گرفته و فرصتی برای توجه به حاشیه‌ها باقی نگذاشته. توسعه‌ای که زحمت زیادی برای دولت دارد اما فشار ناشی از تورمش سهم مردم است. نهم خرداد 1371 اعتراضی در حاشیه فقیرنشین شهر مشهد شکل می‌گیرد که بعد از انقلاب سابقه نداشته. شهرداری مشهد برای کنترل ساخت و ساز با لودر وارد میدان شده و خانه‌ها را تخریب می‌کنند. مردم که سقف بالای سر خود را حداقل حقوق اولیه خود می‌دانند، دست به اعتراض می‌زنند. آنها مأمور شهرداری را از محل بیرون می‌کنند و ماشین شهرداری را به آتش می‌کشند. خبر در محل می‌پیچد. کمی بعد با تعطیلی مدارس دانش آموزان هم به جمع معترضین اضافه می‌شوند. پلیسی که در حال عقب نشینی است، از ترس جمعیت شروع به شلیک گلوله هوایی می‌کند. در این حین گلوله‌ای به یک دانش آموز اصابت می‌کند. جمعیت جسد دانش آموز را بر دوش خود می‌گیرند و به طرف شهر می‌روند. در این بین لات‌ها هم به مرور به جمعیت اضافه شده و لیدر جمعیت می‌شوند. خانواده مقتول که خانواده مذهبی هستند با ورود عموهای دانش آموز مقتول جسد فرزند خود را برمی‌دارند و به خانه برمیگردند. اما مقصد جمعیت به سمت دیگری است. خیلی راحت اعتراض به آشوب تبدیل می‌شود. ساختمان شهرداری و کلانتری و بایگانی پرونده خلافکاران در دادگستری در آتش آشوب می‌سوزد. حالا دولت مجبور می‌شود تا برای حاشیه‌ها وقت بگذارد. من باید از مردم مشهد عذرخواهی بکنم به خاطر بعضی از تحلیل‌هایی که شد. این مردمی که مثل همه مردم کشور ما اینجور در راه انقلاب، در راه اهداف انقلاب فداکاری کردن، چطور کسی دلش میاد یه چیزی بنویسه یا بگه که این مردم پاک و شریف رو متهم بکنه؟ حالا با گذشت 7 سال ایران اسلامی شاهد اعتراضی دیگر است. اعتراضی که شاید دیگر برخواسته از دل مردم نیست. دوم خرداد 1376 هاشمی جای خود را به خاتمی می‌دهد. خاتمی رئیس جمهوری که با وعده اصلاح، حمایت قشر جوان از جمله دانشجویان را به دست آورده. اولین گام برای اصلاح از نظر رئیس جمهور بازگذاشتن دست مطبوعات است. مطبوعاتی متنوع که همگی مبلغ تفکر اقلیتی در جامعه آن روز هستند، مجوز انتشار می‌گیرند. حجم تبلیغات ضد دین در این مطبوعات مجلس را به فکر می‌اندازد تا با تصویب قانون مطبوعات مانع این افسار گسیختگی شود. تصویب این قانون رسانه‌ها را برام می‌دارد تا از ظرفیت دانشجوها برای مهار این قانون استفاده کنند. اعتراضات از کوی دانشگاه آغاز می شود. با خروج دانشجویان از محل خوابگاه و اضافه شدن افراد خارج از دانشگاه شعارها رادیکال می شود. کمی بعد با پرتاب سنگ به سوی پلیس و نیروهای لباس شخصی و آتش زدن و خسارت به اموال عمومی، اعتراض اولیه به اغتشاش تبدیل می شود. شیشه منازل اطراف کوی با سنگ می شکند. پلیس وارد عمل می شود و چند نفر را دستگیر می کند. نیروهای لباس شخصی هم وارد دانشگاه می شوند. آنها سنگ‌هایی که در این ساعت خوردند را یک جا تلافی می کنند. چرخه خشونت کامل می شود. اما خیلی زود تکنیک شایعه به کمک طراحان این اعتراضات می آید. شایعه کشته شدن 5 نفر در این حادثه دانشجویان را عصبانی کرده است. دفتر تحکیم وحدت که با روزنامه‌های زنجیره‌ای هماهنگ است، برای کشته شدگان بزرگداشت می‌گیرد. با حضور مسئولان وقت و تهدید به استعفا، شایعات رنگ و بوی واقعیت می‌گیرد. اغتشاشات به خیابان‌ها می‌رسد و غیر دانشجوها هم تخریب اموال عمومی را شروع کردند. بعد از 3 روز آتش اغتشاشات مهار می‌شود. حالا که هیجانات تمام شده، مشخص می‌شود هیچ کس در جریان حمله به خوابگاه کوی کشته نشده، جز یک نفر که خارج از کوی با سلاحی غیر سازمانی به قتل می‌رسد. این اولین بار است که یک اعتراض برنامه‌ریزی شده بعد از انقلاب در ایران شکل گرفته، اما قطعاً آخری نخواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است. بعد از هر مناظره، طرفداران کاندیداها برای هواداری از کاندیدای خود به خیابان‌ها می‌آیند و تجمعاتی مسالمت آمیز شکل می‌دهند.
اما شایعه شعاری جدید را به میدان آورده. هواداران موسوی میگویند اگر تقلب بشه ایران قیامت میشه. میرحسین موسوی چند ساعت پس از آغاز شمارش آرا برخلاف قانون انتخابات خود را به عنوان برنده انتخابات معرفی می‌کند. برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستند. ظرفیتی که برای تبلیغات انتخابات شکل گرفته بود برای ایجاد آشوبی جدید جهت‌دهی می‌شود. نتیجه انتخابات که اعلام می‌شود همه منتظر واکنش موسوی هستند. توصیات هوادارا چیه به نامزدها بعد از روز انتخابات؟ اگر تظاهر کردن بزنید تو خیابونا. موسوی به نتیجه معترض است. اعتراضی که می‌تواند با استفاده از سازوکار قانونی به نتیجه برسد در خیابان‌ها پیگیری شود. خیلی زود اعتراضات به خشونت کشیده می شود. خشونتی که این بار 3 روزه تمام نمی شود و حدود 8 ماه کشور را درگیر خود می کند. نظر کارشناسان سیاسی اغتشاشات 88 شباهت بسیاری با انقلاب‌های رنگی منطقه و اروپای شرقی داشت و با هدایت خارجی انجام شد، اما به دلیل اعتقادات ملی مذهبی مردم ایران به سرانجام نرسید. حال باید دید سریال تحریم‌هایی که به بهانه حمایت از حقوق مردم ایران در سال 88 بر علیه ایران وضع شد چه هدفی را دنبال می‌کند. 8 سال بعد اعتراضاتی محدود با ظاهری اقتصادی در شهری کوچک آغاز می شود، اما این اعتراضات هم خیلی زود به خشونت کشیده می شود. به همین خاطر اصل اعتراض به فراموشی سپرده می شود. من کلا این امر رو واگذار کردم به وزیر کشور و شورای امنیت کشور. از حدود 1 ماه 40 روز پیش اینا رو من خواستم، گفتم آقا این برنامه ما، این مصوبه اونا خبر داشتن، تو سران سه قوه ما بحث کرده بودیم، تصویب کرده بودیم. گفتم اجراش شما برید با صدا و سیما، تبلیغات، برنامه‌ریزی. آتش این آشوب اگرچه خیلی زود خاموش می شود، اما بنزین بی تدبیری مسئولین 2 سال بعد آن را شعله‌ور می کند. عدم آمادگی افکار عمومی برای افزایش قیمت بنزین زمینه اعتراض جدیدی را فراهم می‌کند. اعتراضی که ریشه‌های آن را می‌توان در فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها جستجو کرد. تبلیغات انجام بدید، هر شبی که مناسب بود اجرا کنید. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده، برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشون گفته بودم به من نمیخواد بگید. اما باز هم اعتراضات با تحریک رسانه‌ها تبدیل به آشوب می‌شود. این بار حتی رسانه‌ها به وضوح روش‌های خشونت‌آمیز را به لیدرهای مجازی خود آموزش می‌دهند. در اعتراضات جدید شایعه کشته شدن افراد توسط افراد جای خود را به کشته سازی می‌دهد. تنها 4 سال بعد با فوت ناگهانی دختری، رسانه‌ها بستر جدیدی برای شکل‌دهی اعتراضی جدید پیدا می‌کنند. مهسا امینی به همراه برادرش به تهران آمده که به خاطر عدم پوشش مناسب از گشت ارشاد در خیابان تذکری دریافت می‌کند. سه‌شنبه 22 شهریور 1401 دختر 22 ساله کرد در حالی که هولوش ساعت 6 بعد از ظهر در کنار برادرش از مترو شهید حقانی تهران بیرون می‌آمد توسط گشت ارشاد بازداشت شد. ماموران گشت ارشاد تصمیم می‌گیرند به دلیل عدم توجه به تذکر به جهت آموزش او را سوار ون کنند. اما فیلم دوربین مداربسته نشان می‌دهد که او بدون هیچ گونه درگیری فیزیکی با پلیس به مرکز آموزش منتقل شده. با پایان آموزش از روی صندلی بلند می‌شود تا با مأمور انتظامی صحبت کند، اما کمی بعد از هوش می‌رود.
بلافاصله بهدار مرکز پلیس سعی می‌کند با خدمات اولیه پزشکی به او کمک کند که کمتر از 10 دقیقه بعد اورژانس به محل میرسد و او را به بیمارستان منتقل می‌کند. رسانه‌ها آماده هستند تا از این آب گلالود ماهی خود را بگیرند. مشخص نیست چگونه با این سرعت ماجرا به گوش خانم خبرنگار میرسد تا صبح آن روز در بیمارستان حاضر و اولین خبر را در فضای مجازی منتشر کند. کی به شما خبر دادن؟ دیشب نه. شما سنندج بودی؟ نه. الان چجوری این بچه رو زدن که معلوم نیست. من هیچی نمیگم. اونجا دوربین داره، ول نکنید اینو تو رو خدا. خب من کاراشو انجام میدم. من روزنامه شرقم. اگه بگید که روند چجوری بوده من میتونم پیگیریش کنم. من همین که چند وقت پیشم مادر گشت ارشاد خاک پردیسان نوشته بودم. حالا شایعه ضربه مغزی خیلی زود در فضای مجازی دست به دست می‌شود. خبر منتشر شده مبنی بر بازداشت مهسا امینی دختر سنندجی که به همراه برادرش بود توسط گشت ارشاد در تهران بازتاب گسترده‌ای نزد افکار عمومی پیدا کرده. این دختر 22 ساله مدت کمی پس از دستگیری و انتقال به مرکز امنیتی به کما میره و به بیمارستان کسرای تهران منتقل میشه. با ترند هشتگ مهسا امینی اعتراضاتی محدود در نزدیکی میدان ولیعصر شکل می‌گیرد. مرکز اطلاع رسانی پلیس درباره به کما رفتن مهسا امینی توضیح داده. خانمی که برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود، ناگهان در جنب میان سایر نماینده دادستان برای روشن شدن این شایعه و رفع ابهام در بیمارستان از پدر مهسا می‌خواهد تا خودش از سلامت فیزیکی جمجمه مهسا اطمینان پیدا کند. با اینکه در بیمارستان و در حضور نماینده دادستان اظهار بر سلامت فیزیکی مهسا می‌کند، اما کمی بعد در مصاحبه با رسانه‌های خارجی حتی عمل جراحی که دخترش چند سال قبل‌تر در تهران داشته را هم کتمان می‌کند. جراحی کرده بوده مغزش. اینا دروغ میگن. خدا دختر من برای بیماری ساده بیمارستان نرفته. جراحی کرده 20 سال پیش دکتر شبانی دختر میلاد ما بود. اونم این کار کوچیک بود. با این حال اما پزشکی قانونی برای حل شبهات کمیسیونی متشکل از 20 پزشک را تشکیل می‌دهد. پدر مهسا اما پیشاپیش میگوید هیچ نظری از پزشکی قانونی را قبول نخواهد کرد. واقعیت اینو خدمت عرض کنم، به هیچ عنوان نظریه پزشکی قانونی اون مکان رو قبول ندارم. به هیچ عنوان قبول نمی‌کنم. یعنی به هیچ عنوان هر چی بگم من تکذیب می‌کنم. اینجا به بالا شواهدی در داخل جمجمه دارم عرض کنم که بتونه به ما نشون بده که ایشون به علت ضربه فوت کرده وجود نداره. در معاینه ظاهری هیچ گونه شواهدی دال بر خروج خون نه از گوش نه از بینی نه از دهان وجود پزشکی قانونی اختلال در ریتم قلب و افت ناگهانی فشار را به عنوان علت مرگ اعلام می‌کند. کمی بعد مدارکی پیدا می‌شود که نشان می‌دهد مهسا امینی بعد از عمل جراحی که در کودکی داشته همچنان تحت مراقبت پزشکان متخصص بوده و دارو مصرف می‌کرده است. از مراجع زیارت از جمله تامین اجتماعی داشتیم، ایشون سابقه متعدد و مکرر به پزشکان فوق تخصص رشته‌های مختلف من جمله فوق تخصص قدرت مراجعه. اما افکار عمومی که شایعات اولیه را پذیرفته به دنبال حقیقت نیست تا اسناد را ببیند. پافشاری پدر مهسا وکیل آنها را ناگزیر کرده که در حضور پزشکان دروغی آشکار بگوید. بیماری هم که داشته نه بیماری داخل جمجمه بوده نه نمیدونم هیچ حادثه اینطور ایشون روی این جای سرش که خاری وجود داشته. گفتن این خار بهتره معالجه بشه و عمل بشه و در بیمارستان میلاد بوده. به اصطلاح پرونده بالینی ایشون در بیمارستان میلاد وجود داره. تنها قرصی که ایشون مصرف کرده قرص تیروئید بوده. بعد از جراحی که انجام شد ما پیش آقای دکتر بهرامی تو تبریز بود، فوق تخصص غدده. قرصایی که براش تایید کرد و آزمایش‌های سری آزمایش‌ها که گرفت و اینا فقط قرص هیدروکورتیزون بود با لویتوریسکون. این هر روز یه نصف از اون یه نصف از اون می‌خورد. مرتب مصرف کرده و بعد از اونم هیچ گونه مشکلی نداشته. هر سال یه بار می‌بردیم سری آزمایش‌ها می‌گرفت. همون روال قبلی که بود همون با همین ادامه داد تا همون تاریخ. بعد این زمان مسافرت هم اینها رو مرتب خدا پیگیری می‌کرد، یعنی خودش هم مرتب مصرف می‌کرد. این دسموپرسین هم که تو بینی می‌زدن مصرف می‌کرد. این خیلی کم. چه موقع مصرف می‌کرد؟ اکثرا شبا وقتی مثلا جایی می‌رفتیم مسافرتی جایی می‌رفتیم. علم ممنون رادیولوژی است، یعنی علوم اعصاب، رادیولوژی علوم اعصاب خوندم، در انگلستان هم درس خوندم و بالاخره همونطور که دوستان گفتم ما قسم خوردیم این حقیقت رو بگیم. به غیر از آثار جراحی قبلی که هم که فهمیدیم مال 15 سال قبل هر چقدر بوده قدیمی در مغز یافته دیگه داریم، ما سکته وسیع مغزی از ناشی از توقف قلبی. واقعا صادقانه عرض می‌کنم بهتون به عنوان پزشک ما دیدیم سالیان سال تو تروما کار کردیم، تصادف جاده دیدیم، لوله خوردن دیدیم. مریضی که بخواد به علت مرگ مغزی بمیره باید شواهدی رو داشته باشه. از اینجا به بالا شواهدی در داخل جمجمه دارم عرض می‌کنم که بتونه به ما نشون بده که ایشون به علت ضربه فوت کرده وجود نداره. اینو مطمئن هستم و پای حضور پزشک مهسا که او را جراحی کرده بود در جلسه پدر مهسا را غافلگیر می‌کند. کم کم ابعاد پنهان موضوع برای مسئولان امنیتی در حال روشن شدن است. پدرش تا حالا منکر این بود که این جراحی شد.
ولی حداقل امروز قبول کرد که به دختری جراحی شد. الان قبول کرد که داشته لوتروکسین می‌خورد، هیدروکورتیزون می‌خورده، استسمیپرسین. همزمان با مشخص شدن دروغ‌های خانواده امینی، اخبار جدیدی از سوی دستگاه‌های امنیتی ایران منتشر می‌شود. دو خبرنگار به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا بازداشت می‌شوند. یکی از آنها نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، همان خانم خبرنگار حاضر در بیمارستان کسراست. اسناد منتشر شده نشان می‌دهد نیلوفر حامدی و الهه محمدی طی چند سال گذشته در دوره‌های براندازی نرم که توسط شورای دموکراسی آمریکا در آفریقای جنوبی، چک و ترکیه برگزار شده شرکت داشتند. ششم من فرستادم. آره. تشیش گلبان کشاورز. خیابون حجاب هستید. من ماشین توی هفته چه کار کردم رفتم اون سمتی. الان آتش زدن همه کارا رو کردم. وای ببین اینقدر خوب بود. اینقدر خوب بود که همه رو سریع اون رو بودم. ببین اینقدر ما پیش خوردیم با نجمی. ما میگفتیم بابا زندگی آزاد میگفتن اینا رو ها. یا مثلا چطور از کردستان ببین حمله کردیم به پلیس. زنگ میزنیم پشت خونه ببین ببین از کردستان تا تهران تا ملک زنان رو خیلی گفتیم. اینو زندگی آزادی رو خیلی گفتیم. حالا کم کم پازل این ماجرا در حال تکمیل است. با گذشت 1 سال از مرگ مهسا امینی، پزشکی در آن سوی دنیا افشاگری می‌کند. رضا بهروز، متخصص بیماری‌های عروق مغزی از جمله کارشناسان شبکه ایران اینترنشنال، افشا کرده است که هیچ علائمی از برخورد و ضربه در عکس سی تی اسکن مربوط به مهسا امینی نبوده، اما در آن زمان فکر کردیم بهترین تصمیم این است که صحبتی در مورد آن نکنیم، زیرا ممکن است به جنبش انقلابی آسیب برساند. دروغ‌های خانواده امینی از ابتدا خوراک رسانه‌های غربی شد و آرامش جامعه را برهم زد. از پنهان کردن بیماری و عمل مهسا تا ادعای ضربه به سر، همه دروغ‌ها یک به یک برملا شد و به اطلاع جامعه رسید. اما حالا دیگر کار از کار گذشته بود. انقلاب اسلامی که برآمده از اعتراض به حق مردمی بود، امکان اعتراض را حق اصلی مردم می‌دانست. به همین خاطر تلاش برای قانونگذاری برای اعتراض از اولین قوانین مصوب در جمهوری اسلامی بود. آمیز و دخالت خارجی همیشه این اعتراضات را به برادرکشی رسانده. روندی که استفاده از حق اعتراض را از مردم و معترضان واقعی سلب می‌کند. تشکیل اجتماعات و راهپیمایی آزاد است. مقررات مربوط به نظم راهپیمایی و اجتماع در خیابان‌ها و میدان‌های عمومی به موجب قانون معین می شود. محافل بهاییت و نصب این اصل به صورت آزاد همه جا میتونن ترتیب بدن. طبعا افراد هم میتونن رفع کنن. در این مواردی ممکن است پیش بیاد که دولت مجبور بشه از یه نوع راهپیمایی یا اجتماع جلوگیری کنه. بنابراین اینجا باید یک کلمه‌ای باشه که دست دولت رو نبنده. در اینکه دولت به عنوان اینکه امنیت رو کم شده زیاد شده اصل قضیه رو جلو میگیره. فردا هر اجتماعی رو میگین امنیتش یا قابل حفظ نیست یا برای حفظ امنیت مانع از انجامش میشه. در اسلام مقیدش حلال مطلقش حرامه. ما میخوایم حلال حرام کنیم. اجتماعات و راهپیمایی یک وسیله است برای اظهار نظر. عنایت بفرمایید این درست برخلاف اون چیزی بوده که مورد نظر بود. یعنی ما میخوایم بگیم تو مسجد که میخوان اجتماع تشکیل بدن دیگه نیازی به اعلام قبلی نداشته باشه. به هر حال ما اجتماع و راهپیمایی رو اگر در خیابان‌ها، معابر عمومی و میدان‌ها باشه خب باید مقرراتی داشته باشه و اعلام و از این حرفا. منهای این می‌خوایم بگیم آزاد باشه. جلوی راهپیمایی و اجتماعات با این مسائل گرفته نشه. چون اینا خاصیتش هم برای کشور اینه که دردهاشون رو میگن، ناراحتی‌ها رو میگن. شاید بسیاری از مشکلات رو ما بتونیم با همین که اونها اجتماع می‌کنن و راهپیمایی می‌کنن در چه ما اطلاع پیدا کردیم توطئه‌گران دارن در اطراف کردستان صحافی‌ها رو جمع می‌کنن برای اینکه بیان تجزیه مملکت رو بخوان. دولت آزاد اونها رو می‌گذاره؟ باید بگذاره؟ در اصلی که قبلا با 50 رأی تصویب شده که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های دینی، سیاسی و صنفی وقتی آزادن که به اصول استقلال، آزادی، حاکمیت، وحدت ملی، اساس جمهوری اسلام، موازین اسلام آسیب نرسانن کافی است. بله یعنی اون قیود کافی است دیگه. اینجا فقط ناظر به اصل راهپیمایی و برای اینکه گفتیم احتیاج نیست. عرض کردم این مسالمت آمیز اونقدر کشداره و ماه رمضان شد اون مسالمت آمیز سنگ فراری کردن. بله عرض کردم ما گفتیم این کشداره و قابل کنترل نیست. دست دولت ها را در جلوگیری از این راه اظهار نظر مردم باز نگذارید. تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط اون که مخل امنیت و برخلاف مبانی اسلام نباشد آزاده. اساسی ترین اصلی که شما انقلاب در اثر او به وجود اومده. شاه هم اینجوری تظاهرات اینجوری نخواست. خب حمل سلاح اعلام قبلی. نگو مسالمت آمیز. اگر رشیدی تمام مسالمت آمیز چی دارید میگید؟ تمام رفیقایان هیچ کدام نبود. آقا در زدن سینمایی مسالمت آمیز. چرا به حساب حق بتونید مسائل شکستنش مشروط فروشی‌هایی بعد از این همه که انقلاب واقعا ظاهری این تظاهرات و اجتماعات
و ما باید اولین اصل رو بدون قید شرط را که همین راهپیمایی و تظاهرات باشه اجازه بدیم امضا کنیم و تصویب کنیم. میل صد قید بندیم. ما وقتی گفتیم مخالف با مبانی اسلام نباشد خودش همه چی را داره. عده حاضر در جلسه هنگام اعلام اخضره 60 نفر، شماره آرا 60، موافق 51، مخالف 2، ممتنع 7 تصویب شد. حالا با کمی سهل‌انگاری رسانه‌ها به این جنگ رسانه‌ای همه جانبه در داخل و خارج ایران هر کسی که تریبونی در اختیار دارد روایت خود را از حوادث اتفاق افتاده به خورد مخاطبان می‌دهد. رسانه‌های غربی و شبکه‌های اجتماعی از یک سو تجزیه طلبان در شهرهای مرزی و تجمعات کشورهای اروپایی، بعضی چهره‌های شناخته شده سیاسی در داخل و جمع کثیری از بازیگران و ورزشکاران از هر طرف به ذهن آشفته مخاطب عادی همچون بوکسوری که در گوشه رینگی گیر افتاده ضربه‌ای می‌زنند. تمام اینو دیدیم. تصویب شو! از اعتراضات صنفی و محلی کوچک تا اعتراضات گسترده مردمی تا انقلاب‌های مخملی در هر کشوری تقابل پلیس با معترضین اتفاقی غیرقابل اجتناب است. با نگاهی به آمار اعتراضها و انقلاب‌های قرن 21 می‌توان به خوبی این مسئله را درک کرد. از گرجستان تا صربستان، اوکراین، انگلستان و آمریکا و دیگر کشورها در اعتراضات مختلف سیاسی، مدنی و اجتماعی، درگیری و خشونت، تخریب و آسیب اماکن شهری و حتی جان باختن معترضین و نیروهای امنیتی و انتظامی بخش‌های جدای ناپذیری از اغتشاش و آشوب است. در سال 2003 در گرجستان اعتراضات به آنچه تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی این کشور نامیده میشد منجر به بازداشت تعدادی از معترضین شد، اما کشته‌ای از هیچ یک از دو طرف پلیسی و معترضین نداشت. بعدها این نوع انقلاب مخملی یا رنگی نام گرفت. در سال 2011 در اعتراضات به کشته شدن مارک دوگان سیاه‌پوست با ضربه گلوله پلیس انگلستان آتش اعتراضات شعله‌ور شد. انتشار خبر زخمی شدن یک دختر 16 ساله توسط پلیس در شبکه‌های اجتماعی طی 5 روز اعتراضات از پایتخت به 4 شهر بزرگ دیگر رسید. 100 خانه در آتش درگیری‌ها سوخت. 1009 نفر بازداشت و 464 نفر متهم شدند. در نهایت با 5 کشته از معترضین و 26 زخمی از پلیس با فراخوان 16000 نفری از ماموران پلیس انگلستان به صحنه درگیری‌ها آتش این اعتراضات خاموش شد. Time when police misconduct is in the spotlight. This video has gone viral. A 75-year-old man left on the ground after officers appear to shove him. اما در 26 مه 2020 در آمریکا اعتراضات به نحوه دیگر شروع شد. جورج فلوید به طرزی فجیع و با فشار زانوی پلیس به گردنش در حین بازداشت بر اثر خفگی جان باخت. A white police officer was seen kneeling on Mr. Floyd's neck as he was pinned to the ground. Can't breathe. He was held down for 8 minutes and 46 seconds. با انتشار تصاویر این اتفاق، اعتراضات گسترده‌ای در آمریکا و چند کشور دیگر به راه افتاد. آتش سوزی، اعتصاب و اعتراض حدود 2000 شهر کوچک و بزرگ آمریکا را در بر گرفت و صدها خودرو به آتش کشیده شدند. فقط در آمریکا 19 تن از شهروندان این کشور در جریان این اعتراضات کشته شدند. فرانسه
در شنبه معروف 17 نوامبر 2018 در فرانسه اعتراضاتی به دلایل اقتصادی شروع شد که هنوز گهگاهی ادامه می‌یابد. جنگ زردها. حاصل این اعتراضات که بی‌شباهت به شکنجه‌های قرون وسطایی هم نیست، تا کنون 11 کشته، چند هزار زخمی، 26 قطع عضو دائمی، 24 مورد از دست دادن چشم و 5 مورد قطع دست بود که در نوع خود برای فرانسه مهد آزادی جهان بی‌نظیر است. In the northwestern city of Le Mans, yellow vest protesters are blockading the biggest fuel depot in the region. For the past week, they prevented the company that runs the depot. در اسرائیل نیز تاکنون اعتراضات مختلفی شکل گرفته که چندین مورد آخر آن به دلیل پیشرفت در شبکه‌های اجتماعی خبری شده. به نقل از BBC 19 نفر بازداشت شدند، اما آماری از تلفات یا زخمی‌ها در دست نیست. اما تصاویری که پخش شده حاکی از خشونت زیاد پلیس اسرائیل با معترضین دارد. Street confrontations in Israel among African asylum seekers at night. در حوادث اخیر ایران نیز طبق آمار رسمی وزارت کشور 200 نفر جان خود را از دست دادند که از این تعداد 63 نفر شهدای امنیت و تعدادی مردم عادی بودند که در حوادث تروریستی شهید شدند. اما آمار رسانه‌های غربی و شبکه‌های اجتماعی حتی تا 525 نفر هم میرسد. اما حقیقت فاصله عجیب بین این دو عدد چیست؟ زنجان 4 آبان 1401 دختر جوانی به نام ندا بیات روی سقف ماشین پلیس کشف حجاب می‌کند. یا همان ندا بیات رسانه‌های بیگانه. نمی‌شناسم میگم ندا بیات. شاید یه نفر گفتم اسم خودش گفتم. حسن محمدی. جوانی 23 ساله که به گفته رسانه‌های خارجی او در اعتراضات اخیر کشته شده است. وکالت میگه اونا واسه چی میدن اینا رو؟ چرا میگن؟ وقتی میگن مثلا امروز 17/8/1401 من سعی سالم اینجا نشستم. من نمیدونم چی گفتن. رسانه‌ها میگن که منو کشتن ولی من سعی سالم من اینجا نشستم. شما کسی که ندا بیات نه ندا بیات از من بیرون ندا بیات صدا نه ندا بیات صدا خانم چی گفتن؟ وقتی موفق به کشتن ندا یا اعظم نمیشوند مرضیه را میکشند. اما با استناد به اخبار موثق توییتر، مرضیه دشمنزیاری در شیراز و اخبار موثق‌تر اینستاگرام در بوشهر با ضربات متعدد باتون به سرش کشته شده. شبنم درباره کشته شدن نگین چه اطلاعات بیشتری داری؟ روز 20 مهر نگین در اعتراضاتی که در سطح شهر همدان بوده شرکت میکنه و در اونجا ضربات باتون به سرش میخوره به تعداد خیلی زیادی و خیلی شدید و بعد از اون اعتراضات برمیگرده به خوابگاه. متاسفانه در خوابگاه جانش رو از دست میده و در واقع توسط نیروهای امنیتی کشته میشه. نگین عبدالملکی هم در همدان با ضربات خیلی زیاد و خیلی شدید باتون توسط نیروهای امنیتی کشته شده. اون دانشجویانی که در جریان کشته شدن نگین بعد نگین قرار گرفته بودن و در همونجا بهشون میگن که شما اجازه ندید که شما این موضوع رو خبررسانی بکنید. اما برای شنیدن حقیقت باید به پای حرفای همخوابگاهی نگین نشست. نگین گفت در هر شرایطی پنهان آدم هیچی نبود. نگین به همراه دوستانش به یک مهمانی رفتن. صبح روز پنجشنبه 21 مهر ماه نگین که مسمومیت شدیدتری نسبت به دوستانش داشت به همراه حامد یکی از دوستانش وارد بیمارستان بهزت همدان شدند. ماشین مال کیه؟ ماشین مال من. ماشین چیه؟ سانتفوس. یه شماره 5 بار بهم زنگ زد. 4 تا داده بود. بعد یکی بود گفت من حامدم. نگین خیلی حالش بده تشنج کرد که مثلا به سن خودتو برسون. این دختر بعد از طی شدن مراحل پذیرش راهی بخش و بعد از معاینات لازم به دلیل وخامت حال به ICU بیمارستان انتقال داده می شود و این آخرین تلاش کادر درمان است برای احیای نگین. پزشک مغز و اعصاب این بیمارستان میگوید بیمار دچار مسمومیت میشه. بعد از مسمومیت بیمار گویا تشنج میکنه، پH خون خیلی پایین در حد 6.9 و همچنین بیکربنات پایین. احتمال میدیم که دلیل علائم بیمار آیتک رضایی دختر اردبیلی که خبر خودکشی او 5 ماه قبل از همه این اتفاقات در خرداد ماه به اشتباه منتشر شده بود، در اخبار دقیق توییتر به خیلی کشته شدگان پیوست. در ماجرای اسرا پناهی نیز دایی او چند روز بعد از انتشار اخبار دروغ پیرامون مرگ اسرا جلوی دوربین میآید و توضیحات کاملی را به مردم میدهد. Merdum naxaşındır. Özlərim qoşuna bizim yerimizə ələcək. Nə halımız var bizim qiyadət xüsusi fəzai məcazda. Rəsanə eləyək bizim əsasatımızla xanavadamızın əsasını oynayırlar. Mənim məxəbi ki, bir əmrin raport eləmişdi. Qızı da narahatı qəlbi modellizadəsi var idi. Mütəəssifانه şununla baxdıqca onun şəhərində halı xarab oldu. Ambulans ucan səfəri bimaristana orada fot etdi. Allahın nə təcəmmüa, nə şurəşə, nə hissadarət yoxdu. Mərdumdan da xahiş eləyəm bu işləri yığışdırsınlar. Əvvələn Allaha görə doğmayan bizi dərk eləsinlər. Xahişim budur bu işləri idama verməsinlər. Bizim özümüzlə, xanavadamızla, uşağımız bu qəziyə nemiddənəm şurəşə filana əslində rəbti yoxdur. مریضی مادرزادسی واردی بیمارستان دا فوت edildi. خواهش می‌کنم sizden bu işleri yığıştırın. Teşekkür این روند در فضای مجازی به جایی میرسد که اشخاص مجبور به اعلام تکذیبی میشوند تا از عکسشان استفاده نشود و برای کسی که پدرش میگوید خودکشی کرده اعلامیه میدهند و داغدارتر از پدر درخواست تجمع برای خونخواهی و خاکسپاری دارند. چه نسبتی کانتکست داری نسبتی
دانشمون باوکیم. چند سال هم بود؟ کلاس 9. کلاس 9. چه اتفاقی که سرینا بود که رحمت جو؟ بخوا. احتمال برای وی لطف ما باید مشکلی بود. ما با اون نگه جوان که می‌کنیم با مارنا. ناراحتی رو با. دایجی شکریه. اشنا سال طلاق مثلا یه مثال شکریه داره. سرینا دکتر کان پیدا می‌کنم بچه ایله و رحمت جو. ما می‌تونیم مشتی کاری مسئول مسئولیتی. آیا سرینا دوکو امرو چوه درا؟ نه والله نه والله. دانشمون بود پایسیون برنامه بود دوتا تفاوت دم ما بود. خیلی بودم با هم با خودشی کی بود؟ نه ولی جریان نبود ما کاری نداشتم. خود باکی؟ باکی بود. ایو چون زنیدن که سرینا مسئول بود و خودش. خواستم لخو خاطر میش خوش کردم. دیگه خیلی میگه یا کنشیال نه دیگه خود چیز. خواستم اینکه کموشت ندمیاتو بدنی کتاب شو کوو ساششو روشته گینه برمیاد زمشت. با کیف انتیکه؟ تیم دوست ساعت من پیش وقتی کیه. او تیم کشی کیه. مال داود سوق کشی بود. وای مثلا کیه. معلومه این چه بودی. عکس پرستار گیلانی را بدون اجازه خانواده داغدار به عنوان کشته در شلوغی‌های رشت منتشر می‌کنند. چی شده؟ سلام. سلام. چی میگه؟ الو. موبایلش بذار من اسمشو بپرسم. حاجی خداحافظ. چیه؟ مائده جوانفر. مائده جوان فرزند چند سالش هم هست؟ 72ایه 29 سالشه. اسماعیل 22766 22766 اما مشخص نیست که چرا مأموران امنیتی این همه دختران جوان را بدون دلیل و بازجویی یا جرم خاصی آن هم همه را با ضربات باتون به سر می‌کشند. دخترانی همه جوان و زیبا از نژادهای ترک، کرد، گیلک، عرب و حالا سارینا اسماعیل زاده ساکن البرز. سارینا اسماعیل زاده نوجوان 16 ساله. نامش سارینا اسماعیل زاده است و این رسانه‌ها درباره‌اش این گونه میگویند. در اعتراضها با ضربه باتون به سر کشته شده. به گفته عفو بین‌الملل با ضربات باتون به سرش. کشتن یک سلاح دیگر در خیابان‌های ایران. سارینا اسماعیل زاده متولد سالهای درد و رنج، دختر 16 ساله‌ای که برای زندگی و آزادی به خیابان رفت. در محشر کرج در آخرین روز تابستان 11 شب با خود 11 محشر کرج چه خبر؟ نه. و البته مادر سارینا به این روایت‌ها این گونه واکنش نشان داد. نزدیک به خانواده سارینا گفته ساعت 10 شب دوستان سارینا به خانواده‌اش اطلاع دادند که او به دست 10 ساعت خونه بود اصلا. ساعت 12 ظهر روز بعد ماموران با خانواده سارینا تماس گرفتند و از آنها خواستند فوراً خودشان را به آرامستان کرج برسانند. نه اصلا قرار دادند که سارینا را دفن کنند. تمام اینا دروغه. این اتفاق ساعت 12 شب روز جمعه افتاده. تا جمعه 15 مهر که رسانه‌های حکومتی ویدیوی کوتاه از اعتراف اجباری مادر سارینا منتشر کردند. این یعنی اعتراف اجباری بوده؟ اصلا این اعتراف اجباری نبوده. این چیزی که حقیقت بوده من گفتم. کجا این اعتراف اجباری بوده؟ بر سازمان حقوق بشر ایران عفو بین‌الملل هم کشته شدن سارینا. خدا لعنتشون کنه. هر کی که داره هی منو میگه اعتراف اجباری، هی داره میگه دروغه، واسه خودش حرف زده. هیچ کدوم اینا رو من واسه خودشون حرف زده. اصلا باباتون آخه روزی هم که بچه من از بالا افتاده اومدن از پلیس اومده، همسایه‌ها بودن. مگه میشه؟ بله چرا نیستن؟ اینجوری مملکت ملت ریخته بود اینجا. مگه یه چیزه الکیه که یه کسی بیاد بگه نه این الکی ما اصلا هیچ که خوابش تا صبح نمیبرد. از پشت بونم افتاده از طبقه یا پنجم یا ششم. در فضای مجازی بعد از سارینا ماموران امنیتی همیشه در سایه مادرش را نیز مجبور به خودکشی می‌کنند. زده بودن که مادر سارینا اسماعیل زاده به زندگیش پایان داد. بچه من از بلندی افتاده. بقیه هر کی هرچی میگه چرت و پرت و حرفایی که اصلا نه سر داره نه ته داره. ولی به بچه من نمیخوره، به خانواده من نمیخوره این حرفا. میگم من الان مادر سارینا اسماعیل زاده هستم و زنده هستم. چطوری نمیگم مرده؟ گوشای کردن که مامانش مرده. اونم مامانش سر گل گنده هستش بعد میگن مامانش فوت کرده. اما واقعیت ماجرا چیست؟ نسیم صدقی دختر 23 سال اهل شاهین است که در تاریخ 9 ماه در محلی خارج از محدوده شهر ارومیه و به طرز مشکوکی به قتل میرسد. با بررسی صحنه مشخص کردید که جسد از ناحیه سینه مورد اصابت اسلحه گرم قرار گرفته است و در ادامه بررسی‌ها هم مشخص کردید که شب گذشته مقتوله به همراه پسر صاحب باغ در محل باغ حضور داشتند و ظاهرا بر اساس مشاجره لفظی تیراندازی صورت گرفته و خانم به قتل رسیده است. Uşağım ne şaşa giderdi. Ne bir kızıydı ki bir de bize şeylere baş yediren. Bir tane şahidi Şehristan'da işleyirdi. Bana bilmem ne derle öldürüptüler. Katili de sabt olunur kimdi. Bu şayiat ki şebeke-i mecazda pəxş olur. Mənim dağımı çoxaldır, xanıvaləmi narahat edir.
خواهشتم bu şayiatı cəm edin, yığışdırın qoy mənim xanavadam əziyyət çəkməsin. 3 نفر مرتبط با این قتل توسط پلیس دستگیر شدند و قاتل شناسایی شده، ولی هنوز متواری است و تلاش‌ها برای دستگیری او ادامه دارد. اما موازی با جریان بمباران خبری کشته‌ها، پروژه ایجاد ترس وحشت در شهرهای مرزی هم جلو می‌رود. در اقدامی تروریستی در شهر ایزه، کودکی به نام کیان پیرفلک و چند تن از نیروهای بسیجی که برای مقابله با داعشگری به خیابان آمده بودند شهید می‌شوند. اما از نظر عده‌ای این هم کار خودشان است. چند بسیجی را هم با کیان کشتند که بگویند حادثه تروریستی بوده. داعش شده که لازم شلوغیاتی جمع گرفت و چند تا تیر وارد شد. خاص قصد نداره، خاص فکر که تاثیر نباشه چیزی، خاص کسی زدن نداره. که لازم پیاده شد. فشار دل اخبار گرفت مردم مصابات نگیر. بوده مجازی ها بدیم زدن فراخوان داده بودن 24 25 26 دیگه رفتیم خلاصه فرداش که فراخوان بود جواب گرفتیم تا پیجاف یا ایزه بود پیجای دیگه دنبال نبردم همینا باعث که ما بیا راه بریم مثلا همونه به قول خودمون گذاشت زیر بغلمون حدود 100 و خورده دشاشگر سمت میدان هلال احمر و تخریب اموال عمومی به سمت پایین داشتیم به سمت هلال احمر دیگه شروع جمعیت ایستاده چند تا وقتی شلیک کردن حسین رفت از اول تا 5 تا خشاب داشت خارج کردید تقریبا بعد 50 ثانیه بود من برگشتم عقب دو تا دیگه هم پیاده زدمشون. طی اقدام عملیاتی مشترک وزارت اطلاعات، سپاه ولیعصر عجل الله تعالی فرجش شریف استان خوزستان و فراجا 4 نفر از عوامل دخیل در حادثه تروریستی ایزه شناسایی و دستگیر شدند. بیا بیرون، راهی شد تسلیم نداری. بیا بیرون، تسلیم شو. اون محاصره است. حالا اگر کسی بیفتد، نیروهای امنیتی همیشه در قصه قول دادند. اگر کسی بر اثر بیماری مادرزادی بمیرد، منابع خبری مطلع در بیمارستان گفتند ماموران امنیتی باعثش بودند. اگر کسی سکته کند، نیروهای امنیتی بادی بورزد و تابلویی بر سر کسی بیفتد، باز هم نیروهای امنیتی مقصر آن بودند. هرچند ویدیوها مستندات کافی از حضور و علت مرگ را مشخص کرد، اما همچنان رسانه‌های بیگانه و این بار CNN آمریکا به دنبال ایجاد شبهه در افکار عمومی را دارد. خبرگزاری CNN در گزارش انحصاری و افشاگرانه CNN ابتدا میگوید نیکا شاکرمی نه تنها در اعتراضات حضور داشته، این در حالی است که در گزارشات متعدد از صدا و سیما صحبت خاله نیکا شاکرمی منتشر شده بود که میگوید نیکا در اغتشاشات حضور داشته. گفت من این ویدیوها رو می‌بینم خیلی برام جالبه خاله و منم دلم می‌خواد برم ببینم چه جوریه این. در ادامه CNN اعلام می‌کند که نیکا شاکرمی توسط چند مأمور بازداشت می‌شود، اما هیچ تصویری از این صحبت نشان نمی‌دهد و هیچ منبعی را اعلام نمی‌کند. چند مأمور قوی هیکل حکومت او را گرفته با خود می‌برند. همچنین CNN به نقل از مادر او عنوان کرده دختری که در 3 دقیقه بامداد 30 شهریور ماه تصویر او توسط دوربین مداربسته ضبط شده نیکا نیست. اما مشخصات فرد در این ویدیو دقیقاً همان فردی است که CNN در گزارشش منتشر کرده. در همان روز پس از مشاهده همسایگان با جسد بیجان ماجرا را به پلیس اطلاع می‌دهند. البته تا 1 هفته هویت نیکا شاکرمی مشخص نبود، تا جایی که خانواده برای شناسایی جسد به سردخانه‌ای در کهریزک می‌رود. اما تحقیقات پلیس همچنان برای علت فوت ادامه داشت و حالا بعد از گذشت 1 ماه در تحقیقات قضایی ابعاد جدیدی از این پرونده روشن شده. تصمیمی که حتی دوست نیکا از آن آگاه بوده و در اظهاراتش به پلیس به آن اشاره کرده. یک بار که من اقدام به خودکشی کرده بودم و البته در همان خرید قرص ناموفق بودم، به صحبت راجع به خودکشی پرداختیم. من با طنز راجع به تجربه‌ام صحبت می‌کردم که نیکا اظهار کرد بهترین راه خودکشی ارتفاع است. در ادامه من گفتم ارتفاع خیلی ترسناکه، اما او تاکید کرد راه مطمئن و غیر قابل برگشته. در سال 2012 در آمریکا در پی حادثه تیراندازی دبستان سندی هاک، الکس جونز سلبریتی آمریکایی اعلام می‌کند کل اتفاق و کشته‌های حادثه دروغ و ساخته دولت اوباما است. We saw this flag in downtown Sandy Hook. And tonight we remember those 26 people killed, their families and the... Man, that Alex Jones fella just can't catch a break. He can't use a fake bankruptcy to avoid millions of dollars of awards to these Sandy Hook victims. I have $130,000 under penalty of perjury. There's no hidden accounts. There's nothing in the Caymans. There's nothing, on the moon. There's nothing. Yes, after years of spreading vicious lies and baseless conspiracy theories about the Sandy Hook massacre, Jones was found liable. اما با شکایت دادگاه تگزاس از وی مبنی بر دروغ پراکنی و جرائم علیه امنیت عمومی و حیثیت معنوی اشخاص از او خواسته شد مستندات ادعایش را به دادگاه ارائه دهد. اما ادعای الکس جونز واهی بوده و سندی نداشت. او به پرداخت 45 میلیون دلار غرامت به خانواده قربانیان محکوم و در پی آن شرکت متعلق به او ورشکست شد. حال سوال اینجاست در ایران با سلبریتی‌های تریبوندار در صورت دروغ پراکنی برخوردی می‌شود؟ پایان همیشه به معنای تمام شدن نیست. درست مثل همین جا.
مسکو سال 1991 که پایان جنگ سرد، پایان اتحاد جماهیر شوروی بود، اما نه پایان جنگ. در واقع جنگ سرد خیلی قبلتر از فروپاشی شوروی تمام شده بود، اما نوع دیگری از جنگ آغاز شده بود که دیگر شبیه به آن چیزی که مردم دنیا به نام جنگ می‌شناختند نبود. جنگی که شاید جوزف نای آمریکایی بهترین تعبیر را برای آن به کار برده است. So let me step back and ask, what's power? Power is simply the ability to affect others to get the outcomes you want. And you can do it in three ways. You can do it with threats of coercion, sticks. You can do it with payments, carrots. Or you can do it by getting others to want what you want. در طول سالهای جنگ جهانی دوم بود که آمریکایی‌ها متوجه تأثیر قدرتمند رسانه و تبلیغات بر روحیه نازی‌ها شدند. جایی که دفاتر مخفی OWI در اروپا با پوستر و رادیوهای محلی سعی در تضعیف روحیه نازی‌ها داشتند. کمیته اطلاعات عمومی CPI نسخه اختصاصی OWI در جنگ سرد بود. در واقع کارکرد هر دو انتشار و اشاعه افکار و اطلاعات از طریق پوستر و رادیو بود. اما در زمان جنگ سرد کارکرد CPI با رشد قارچی شکل رادیوهای محلی زبان آمریکایی به کمک بودجه 48 میلیون دلاری قدرت واقعی رسانه را به آمریکایی‌ها نشان داد. رادیو اروپای آزاد در اروپای شرقی و مرزهای شوروی و رادیو BBC از قلب لندن نمونه بارز این رسانه‌ها بودند. از میانه دهه 50 به بعد سینمای هالیوود هم اضافه شد. کمپانی‌های قدرتمند فیلمسازی که در نگاه عامه مردم دنیا قطب هنر و فرهنگ بودند، یکی پس از دیگری رشد می‌کردند. پرده نقره‌ای که مردم و سیاستمداران بلوک غرب را سرگرم خود کرده بود. یکی سرگرم جنجال‌های سالانه جوایز اسکار و دیگری سرگرم جنگی رسانه‌ای. مساف یک تنه جیمز باند با ارتش سرخ و نجات دنیا توسط آمریکا در این فیلم‌ها در واقعیت سکانس هنری پایانی غم‌انگیز برای شوروی بود. Holding fast in our vehicle. Orbit identical. All units stand by for code word. Code word is imminent. I repeat, holding fast in our vehicle. برای ایران سیاست متفاوت بود. شاید حالا بعد از گذشت سالها بتوان گفت پایان جنگ تحمیلی 8 ساله هم پایان همه چیز نبود، بلکه آغاز نبردی نابرابر و نادیده بود. نبردی که نه جبهه‌اش جبهه همیشگی بود و نه سربازان آن. جنگی بدون مرز، بدون اسلحه و خالی از خشم و خون. جنگی رسانه‌ای که میدان آن روی کاغذ با مطبوعات، سطح جامعه با شایعات، صفحه تلویزیون با مجریها و بازیگران و روی هوا با امواج ماهواره بود. The attempt to topple the system. من افشار سیگارکی هستم و یکی از مجریان بخش خبر. ضمن آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه فارسی زبانان، پیام نوروزم به این صورته که میگه و انتهای این فصل زرد و سفید همیشه سبز خواهد بود. حالا تاریخ تکرار می‌شد. همان تبریک‌های سال نو، همدردی‌ها با اعتراضات، دلسوزی برای مشکلات اقتصادی و تمام قصه‌های پرقصه‌ای که روزی از پشت مرزهای شوروی در گوش مردم زمزمه می‌شد. از طرفی نگران تحجرگرایی دینی در ایران بودند و از طرفی با تأسیس شبکه‌های ماهواره‌ای بظاهر دینی دامن به اختلافات قومی و مذهبی مردم ایران می‌زدند. و این تکراری شیرین برای آمریکا بود. اما شروع قرن جدید تحولی بزرگ همراه خود داشت، تحولی در زمینه فناوری اطلاعات به نام اینترنت. با فراگیری استفاده از اینترنت، حالا این بار این شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مجازی بودند که به شکلی قارچگونه در فضای مجازی رشد می‌کردند.
شبکه‌ها و رسانه‌هایی که خیلی زود در سراسر جهان کاربران زیادی را به خود اختصاص دادند. در اصل این گردش آزاد و دو سویه اطلاعات بود که کاربران را جذب این فضا می‌کرد. اما در باطن این گردش آزاد اطلاعات ایرادی وجود داشت. ایراد جایی به وجود می‌آمد که به واسطه استفاده روزمره ذهن و ناخودآگاه کاربران در اختیار این اطلاعات قرار می‌گرفت و واقعاً چه کسی درستی این اطلاعات را تایید می‌کرد. And that ability to get others to want what you want, to get the outcomes you want without coercion or payment, is what I call soft power. And that soft power has been much neglected and much misunderstood, and yet it's tremendously important. Indeed, if you can learn to use more soft power, you can save a lot on carrots and sticks. حالا شاید بهتر معنی جملات جوزف نای را در آن سال مهم درک کنیم. آمریکایی‌ها از طریق فیلم و سریال‌هایشان هم سعی بر تلقین کردن این دارند که همه دنیا را آنها مدیریت می‌کنند، به طوری که در یکی از سریال‌های پرمخاطبشان نشان می‌دهند سازمان اطلاعات آمریکا بمبی را در مرکز شهر نیویورک منفجر می‌کند و در کنار آن با استفاده از تولید اخبار جعلی مربوط به خانواده رئیس جمهور و انتشار قارچگونه آن توسط شبکه‌های اجتماعی سعی بر نشان دادن بی‌کفایتی او به مردم را دارند تا با این فشار سیاسی اجتماعی او را از قدرت برکنار کنند. سناریویی که به اشکال مختلف امروزه در دنیای واقعی در حال رقم زدن آن برای مردم جهان هستند. Okay, so the system here uses dynamic proxies to mask your location. There's a conflict with the firewall. I put in a workaround, so... Vacation's over. You'll find a new set of talking points in your folders. Get outraged. Let's go. It's going crazy. Organic views are through the roof, earned views are even better, keyword searches are up, patrols can't get enough. Oh, all good. So it never ceases to amaze me what people respond to. I mean, they hate this kid out there in the real world. Andrew King gave his life for his country and they hate him. Over 1 million views. You know what the most common complaint is by far? Can't imagine. He looks like a pussy. اما در ایران جنگ روانی با توجه به روحیات جامعه ایرانی اسلامی کمی متفاوت با آن چیزی است که نمونه آن را برای تخریب شخصیت سیاسی در فیلم دیدیم، بلکه موضوع بسیار عمیق و گسترده تر دنبال می شود. تأثیری همه جانبه، طی روندی کند و ناملموس، نه فقط برای حالا بلکه برای ایجاد گسست‌های نسلی با تمرکز بر تعلیم و تربیت با حربه‌های مختلف، از جمله دین‌زدایی و عادی‌سازی انحرافات اخلاقی. حالا با نیم نگاهی به گذشته جنگ روانی، نقش کاربردی هوش مصنوعی را هم باید به آن اضافه کنیم. Fake news is a weapon, and we've even tried to use fake news. Fake news is a good way to drive a story. You know, you put up a site instead of New York 1, New York 2, and people believe it, and they reprint it, and it gets reprinted. It can be an effective tool in driving a story, you know. People use it. It's become a tool of war. It's like it's World War I and it's chemical weapons. People are using them, so you use them. And we've moved away from having a tools-based technology environment to an addiction and manipulation-based technology environment. That's what's changed. Social media isn't a tool that's just waiting to be used. It has its own goals, and it has its own means of pursuing them by using your psychology against you. People talk about AI as if it will know truth. AI is not going to solve these problems. AI cannot solve the problem of fake news. Google doesn't have the option of saying, oh, is this conspiracy? Is this truth? Because they don't know what truth is. They don't have a proxy for truth that's better than a click. There's a study, an MIT study, that fake news on Twitter spreads 6 times faster than true news. What is that world going to look like when one has a 6 times advantage to the other one? تأثیر این اخبار جعلی بر جامعه هدف با در نظر گرفتن فاکتورهای روانشناختی از آن جامعه بسیار بیشتر از حد تصور می شود. در اول اکتبر سال 2022 گزارشی جنجالی توسط کیت کلارنبرگ، روزنامه‌نگار انگلیسی، با عنوان رمزگشایی از جنگ روانی پنتاگون علیه ایران منتشر شد. در این گزارش با استناد به اختصاص بودجه محرمانه توسط سنای آمریکا به واحدی به نام میسو در سنتکام، ناآرامی‌های اخیر ایران محصول ارتش آمریکا عنوان شده. همچنین به پژوهش مشترک مؤسسه گرافیکا و رصدخانه اینترنتی استنفورد درباره عملکرد 5 ساله گذشته میسو نیز اشاره شده بود. میسو اختصار عنوان عملیات پشتیبانی اطلاعات نظامی است.
وظیفه میسو رصد اطلاعات فردی و اجتماعی افراد در فضای مجازی در حوزه خاورمیانه است. یکی از روش‌های میسو در مهندسی افکار عمومی انتشار اخبار دروغین و شایعات است. میسو طی این سالها شبکه‌ای پیوسته از هزاران حساب کاربری جعلی یا رباتیک انسان نما در فضای مجازی برای مدیریت افکار عمومی ایران ایجاد کرده است. اکثر این حساب‌ها در ظاهر ارتباطی با هم ندارند، اما با تحلیل دقیق اطلاعات مشخص شده اغلب آنها از ظاهری موجه همچون یک معلم، دانشجو یا یک زن خانه‌دار برای انتشار مطالب مورد نظر خود استفاده می‌کنند. ساختاری که مشابه آن با کیفیت کمتر در مجموعه سایبری کمپ تیرانای منافقین یافت می‌شود. ارتش سایبری سالخورده منافقین که هر کدام صاحب چندین اکانت جعلی هستند. مطلب مورد توجه استفاده ماهرانه از اسامی برای اکانت‌های جعلی است. اسامی ایرانی با مضامین وطن‌پرستی و احساسی. در حقیقت تمام این تلاش‌ها برای مدیریت و شکل‌دهی به افکار عمومی در راستای یک هدف است: جنگ هیبریدی. ببینید وقتی میگیم جنگ هیبریدی منظورمون چیست؟ منظورمون ترکیب کردن سویه‌های مختلف جنگ. یعنی جنگ رسانه‌ای یک سمتشه، جنگ روانی یک سمتشه، جنگ ارزی، اقتصادی و مالی و اون تحریم‌هایی که آدم‌ها رو خسته کرد، شغلاشون از دست داد، کمپانی‌ها رو از بین برد یک سمتشه، نفوذ، خرابکاری یک سمتشه، حمله نظامی میتونه یک سمت دیگه‌اش باشه. جنبش اجتماعی هم میتونه یک سمتش باشه. اینا با هم ترکیب شن. از یک سمت بتونن جامعه رو به شدت وحشت‌زده کنن، بترسونن و امنیت روانیش رو از بین ببرن. از سمت دیگه بهش بگن که جنگی که ازش میترسی جنگ داخلی همین الان اتفاق افتاده و دیگه از این بدتر نمیشه و بالاتر از سیاهی رنگی نیست. و از طرف دیگه هر سیاهی رو بتونن به حکومت مرکزی به شکلی منتسب کنن تا اینکه به هم دولت‌های خارجی رو بتونن پای کار بیارن، مشروعیت بدن برای حالا افزایش تدریجی تنش‌ها و همین که به جامعه بگن که این حکومت به این شکل نباید بمونه و نباید باقی بمونه. چون انقلاب تو ایران اتفاق میفته، مردم از شر این حکومت خلاص میشن، ولی یه جایی ما باید پول بزنیم و به کشورهای غربی شرمسار بکنیم. یکی از نکات کلیدی در جنگ‌های ترکیبی زنده نگه داشتن اعتراضات در سطح جامعه به وسیله نمایندگان اپوزیسیون است. در واقع این همان کاهی است که باید وجود داشته باشد تا از آن کوه ساخت. و بین واقعیت و دروغ و این تصاویر این حکومت این چیزها در ذهن بخش‌های عمده از جامعه میمونه و اینها رو کی روایت میکنه؟ آیا تلویزیون منافقین و مجاهدین خلق؟ خیر، اینها رو علی کریمی روایت میکنه که ما تا دیروز در خیابون که می‌دیدیمش می‌خواستیم صورت ماهش ببوسیم و از اون گل‌های فراوانی که برای تیم ملی زده بود تشکر کنیم. علی دایی روایت میکنه، هنرمندان ما روایت میکنن. در واقع این تلفیق این سلبریتی‌ها و هنرمندان با این اخبار مخوف و ترسناک کاری با ذهن ایرانی خواهد کرد که تا سالها ازش خلاص نخواهیم شد. و اون بر شما ببینید که صدا سیما چقدر آماده است. دقیقه است و با چند خبر در خدمت شما هستیم. بگید این شبهات رو، اما اینجا و حالا در گیرودار این جنگ روایت‌ها و رسانه‌ها شاید به نگاه مدیریتی آن روزها نیاز داریم. من باید از مردم مشهد عذرخواهی بکنم به خاطر بعضی از تهدیدهایی که شد. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. امروز که به گذشته نگاه می‌کنیم 46 سال از آن روزهای ابتدای انقلاب گذشته، از آن روزهای پرمخاطره و تلخ شیرین، حادثه‌های گوناگون، از انفجار ریاست جمهوری گرفته تا جدایی طلب‌های کردستان و منافقین. همه و همه بد و خوب جزئی جدایی ناپذیر از روزهای انقلاب هستند. روزهای شلوغ دانشگاه تهران و امیرکبیر با آن دانشجوهای سیاسی که هر کدام نماینده حزب و گروهی بودند و هر روز حیات دانشگاه را صحنه تقابل بحث‌های ایدئولوژیک و مناظره‌های داغ دانشجویی می‌کردند. البته گاهی زبان گفتگو را زمین گذاشته و چوب تر برمی‌داشتند، اما در صفحه سیاه و سفید تلویزیون به احترام مخاطب هم که شده از خجالت هم در نمی‌آمدند. بگید این شبهات رو، اما اینجا یعنی چه؟ یعنی شما به عنوان یک مارکسیست که اسلام رو به عنوان دین خدا قبول ندارید، میگید اسلام هم یک جلوه از جلوه‌های انقلاب تاریخی بود، اما اسلام به عنوان دین خدا قبول نشون، خدا رو هم قبول ندارید. شما اگر وحی هم قبول ندارید، پیغمبرم به عنوان آورنده وحی قبول ندارید، به عنوان یک آدم انقلابی قبول. اگر شما بیاید این عقایدتون اینجا بگید، یه نفرم اینجا بشینه، شما بیاید یه نفرم بشینه و شما خوب عقاید مارکسیستیتون رو با استدلال بگید، اون هم پاسخ بده. این آزاده. خوب دقت کنید و بیننده و شنونده دقت کنند، این مسئله مهمه. ما مخالفیم به این که در جمهوری اسلامی یه آدم مسلمون بیاد درباره مارکسیسم صحبت کنه و رد بکنه. ما اینو کافی نمیدونیم که مخالفیم، اینو کافی نمیدونیم. والا بشه خیلی مسئله روشنه. وقتی میگه تفتیش عقاید ممنوع است، یعنی اینکه حق ندارن است و هیچ کس نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. یعنی نمیشه از یه معلم پرسید که تو مسلمونی یا نه، اگه گفت نه بگم برو بیرون.
این سوال خیلی سریع مسئله قانون اساسی خیلی سریع و روشنه. آی بهش میگن ما اینجوری اعتقاد داریم، من میگم خب اون قانون اساسی نیست، یه قانون دیگه است. تمام صحبت ما اینه که نمیشه بر مبنای جدا از قانون اساسی چیزی رو اجرا کرد. خدا ایشون اعتقاد دارن به مطرح میکنن که باید بر مبنای قانون اساسی فعالیت بشه. با صحبتی که ایشون میکنن با چیزایی که ما دیدیم تو جامعه، من فکر میکنم فقط کاسب مغازه میمونه که میتونه کار خودش رو بکنه. چون تو تمام ادارات من دونه میتونم نشون بدم که در رابطه با عقاید چه جوری سوال شده و اخراج شده. همین رادیو تلویزیون پس بیان صحبت بکنیم. همین نمیدونم، همین دونه ادارات میشین صحبت اما حالا تلویزیون‌های رنگی آمده، بزرگ و با کیفیت، فول اچ دی یا 4K مناسب با هر سلیقه‌ای. سیستم‌های پخش صوت خانگی با کیفیت انگار سینما را به خانه آورده‌اید. دیگر صدا و سیمای دو شبکه‌ای با ساعت‌های محدود نیست و بیشتر از 20 کانال داخلی و خارجی دارد. اخبار چند وعده در روز پخش می‌شود. حتی شبکه خبر وجود دارد که لحظه به لحظه اخبار را هر ساعت از شبانه روز به اطلاع مخاطب می‌رساند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بیننده محترم، ساعت 20:30 است و با چند خبر در خدمت شما هستیم. برای هر سلیقه‌ای برنامه و فیلم و سریال وجود دارد، از برنامه کودک تا برنامه‌های علمی و سیاسی. البته پیشرفت دنیا و ایران در تکنولوژی خیلی بیشتر از این هم شد. از سال 2000 میلادی به بعد اینترنت فراگیر شد و انتقال اطلاعات از آن پس بسیار سریع اتفاق افتاد. حتی از چند سال بعد با پیشرفت تلفن‌های همراه و بعد هم هوشمند در لحظه میشد از اتفاقات آن سمت دنیا خبردار شد، آن هم با بهترین کیفیت تصویر. انقلاب خودمان هم پیشرفت کرد و باعث آبادانی ایران عزیزمان شد. شبکه آب و برق و گاز سراسری شد. تلفن و اینترنت در تمام نقاط کشور فراهم شد. جاده‌ها در سراسر کشور گسترش یافتند. ایران از نیازمندی به دکترهای هندی به صدور اساتید برتر و دکترای فوق تخصصی رسید. در علم ژنتیک و سلول‌های بنیادین سرآمد دنیا شدیم. در بیشتر موارد جزء 10 کشور اول دنیا شدیم. همچنین در دفاع از خودمان. دیگر کشورهایی مثل عراق در همان زمان صدام هم جرأت نگاه چپ نداشتند. تا جای قدرتمند شدیم که بازدارندگیمان به سطح ابرقدرت‌ها رسید. حتی پایمان به فضا هم باز شد و بسیاری پیشرفت‌های دیگر که در این مقال نمی‌گنجد.
در اغتشاشات 96 داستان مادری با فرزندی در شکمش را علم کردند که به علت پرتاب گاز اشک‌آور در خمینی شهر بر اثر شوک فوت کرده. رسانه‌های غربی این را منتشر کردند و در فضای مجازی مدام دست به دست می‌شد. برایش سیاه پوشیدند، اشک ریختند و کلیدواژه رژیم کودک کش درست کردند. جمهوری اسلامی ایران، رژیم جمهوری اسلامی نه تنها حقوق کودک را رعایت نمی‌کنه، بلکه در این 62 روز بیش از 50 کودک را فقط کشته. اما عکس اعلامیه واقعیت را خیلی زود لو داد. مادر فوت شده ادعایی ضد انقلاب مرحومه مریم زنگنه دبیر اجتماعی روزنامه قدس بود که بر اثر سرطان فوت شده بود. البته فرزندی هم در راه نداشت. یا در همان ایام شبکه من و تو خبری جعلی را مبنی بر سقوط شهر ایزه پخش کرد. نکته جالب بازپسگیری آن توسط سپاه از راه دریا بود، در صورتی که ایزه 350 کیلومتر با دریا فاصله دارد و سقوطی هم در کار نبود. شهر ایزه اما دیشب برای حدود 4 ساعت کنترلش به دست مردم افتاد و سپاه با ورود از راه دریا دوباره بر شهر مسلط شد. طبق گزارش‌های رسمی در کشور 12 نفر کشته شدند و تصاویر امروز در ایزه حکایت از گشت‌های سپاه داره که بازداشتگاه در شهر می‌چرخند. کارمندان شریف من و تو حتی زحمت جستجوی ساده را هم در اینترنت به خودشان نداده بودند. با این همه انتظار هم داشتند بعد از این همه سال دولت آمریکا با این شیرینکاری‌هایشان باز هم بودجه بدهد و شبکه را تعطیل نکند. اما در مقابل پرداختن به همین دو موضوع از طرف صدا و سیما کافی بود تا هم بساط اغتشاشات جمع شود و هم من و تو با ریزش مخاطب شدیدی مواجه شود. هرچند که من و تو حداقل شهرستان ایزه را برای همیشه از دست داد، اما صدا و سیما و رسانه‌های داخلی آنقدر دیر به موضوع پرداختند که دیگر تأثیر آنچنانی نداشت. البته جدای جامعه رسانه‌ای کشور، رفتار مسئولین هم در مقابله با این اتفاقات بسیار تاثیرگذار است. ما هم تسلیت عرض می‌کنیم خدمت این خانواده معظم. خب بر اساس دستوری که سردار فرمانده محترم کل کشور صادر کردن، تصاویر ضبط شده از پلیس امنیت اخلاقی هم عرض شد و در اختیار صدا و سیما قرار داده شد و دو بار هم این تصاویر به رؤیت خانواده محترم امینی رسید. اعتراضات سال 71 را شاید بتوان به عنوان تنها اعتراضاتی نام برد که برگرفته از حق و دل مردم و بدون دخالت خارجی شروع و پایان یافت. این اعتراضات ناشی از فشار اقتصادی بر مردم فقیر و حاشیه‌نشین برخی از شهرها بود که در مشهد به شورشی تمام عیار تبدیل شد. در آخر با شیطنت رسانه‌ای از طرف بعضی از مسئولین و روزنامه‌ها مورد حمله قرار گرفته بود به نحوی که مردم مقصر جلوه کنند. اما با دخالت و اعتراض رهبر انقلاب و همراهی ایشان با مردم حق پایمال نشد. قضایای مشهد رو من دیدم متأسفانه در بعضی از مطبوعات و اینها تحلیل‌های نادرستی کردن، مردم رو متهم کردن. من باید از مردم مشهد عذرخواهی بکنم به خاطر بعضی از تحلیل‌هایی که شد. این مردمی که مثل همه مردم کشور ما اینجور در راه انقلاب، در راه اهداف انقلاب فداکاری کردن، چطور کسی دلش میاد یه چیزی بنویسه یا بگه که این مردم پاک و شریف رو متهم بکنن؟ نه آقا قضیه کاملا روشنه. البته اتفاقات همیشه یکسان نبود و فراخور آن عکس‌العمل‌ها هم یکی نبود. اما بعضی تصمیم گیری‌ها و عکس‌العمل مسئولین نسبت به اعتراضات و اغتشاشات بنزین روی آتش شد. مرگ و زندگی مهسا امینی در دست ضد انقلاب نبود تا پروژه‌شان را با آن شروع کنند. آنها فقط منتظر فرصت بودند. یک مرگ مشکوک، اشتباه یا رفتار بد ماموران امنیتی انتظامی یا چیزی شبیه به این را نیاز داشتند که به دست آورند. اما شاید اگر این تصاویر را با کیفیت بهتر و بدون 2 روز معطلی و طی روال قضایی در همان ساعات اولیه پخش می‌شد، فرصت استفاده از این موقعیت را از آنها می‌گرفت. شاید اگر مجهز شدن البسه نیروی انتظامی به دوربین تبدیل به پروژه‌ای بلند مدت نمی‌شد و پشت گوش نمی‌افتاد، حالا هیچ رسانه‌ای نتوانسته بود به این خدمتگزاران جامعه اتهام بزند. دیگر ابهامی برای تهمت زدن نمی‌ماند. فرصت برای موج سواری و فضاسازی رسانه‌های معاند ایجاد نمی‌شد و آن همه اتفاق پس از آن رخ نمی‌داد. البته در همین حوادث عکس‌العمل‌های خوبی هم وجود داشت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با خانواده امینی ضمن تسلیت و ابراز همدردی از ایشان دلجویی کرد و به وزیر کشور دستور پیگیری سریع موضوع داد. من در جریان سفر ازبکستان از این واقعه مطلع شدم و بلافاصله به همکارانم دستور دادم تا بررسی موضوع رو به صورت ویژه در دستور کار قرار بدن. آقای رئیسی خطاب به خانواده امینی با اشاره به اینکه احساس من در این حادثه مانند از دست دادن یکی از عزیزانم است و دختر شما و همه دختران ایران فرزندان من هستند تاکید کرد. مطمئن باشید این موضوع را از دستگاه‌های مسئول مطالبه می‌کنم تا ابعاد اون روشن بشه. در این تماس تلفنی که امروز ظهر برقرار شد، خانواده مرحوم امینی هم ضمن تشکر از دستور فوری رئیس جمهور برای رسیدگی به حادثه و همچنین تماس و ابراز همدردی ایشان خواستار پیگیری مسئله تا روشن شدن ابعاد موضوع شدند. یکی دیگر از این برخوردهای مؤثر باز هم مربوط به رهبر حکیم انقلاب می‌شد. قضایی دیروز اشاره کردن که عفو رهبری که پارسال داشتیم بیش از 98,000 نفر شاملش شدن و بخشیدن. بازتاب این مهربانی پدرانه آنچنان در دنیا گسترده بود که حتی روزنامه انگلیسی گاردین و روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و نیویورک تایمز هم مجبور به چاپ گزارشی از آن شدند. همچنین به عنوان آشتی ملی از آن یاد شد و تأثیر بسیار مثبتی در اذهان عمومی داشت. اما همیشه هم فتنه و اغتشاش باعث عکس‌العمل مسئولین و رسانه‌ها نشده، بلکه گاهی برعکس.
بعضیا میگن که خب آقا از روز چهارشنبه شما اعلام میکردید، چرا شب جمعه اعلام کردید؟ خب چهارشنبه اعلام میکنید. بعد چی میشه؟ خب اعلام شد تو اردیبهشت، دیدیم چی میشه. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرد. برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشونم گفته بودم به من نمیخواد بدید، خودتون برید برنامه‌ریزی کنید. شاید اگر مسئولین وقت قبل از اجرای مصوبه گرانی بنزین رو در رو با مردم صحبت می‌کردند، آن اتفاقات سال 98 رخ نمیداد. اقناع افکار عمومی از مزایا و معایب افزایش قیمت بنزین و در جریان قرار دادن مردم از زمان اجرای مصوبه شاید نیازمند 20 دقیقه نشست خبری بود یا چند روز کار خبری و نتیجه جلوگیری از آن فتنه خطرناک و همه آن خسارات گسترده بود. البته در این مورد خاص دولت میبایست صدا و سیما را برای خبررسانی مطلع می‌کرد که ظاهراً خودشان هم صبح جمعه فهمیدند. اتفاقی که چند سال بعد هم به نوعی دیگر تکرار شد. در آذر ماه 1402 شبکه سوخت رسانی کشور با هک گسترده توسط گروه اسرائیلی گنجشک درنده روبرو شد. در عرض چند دقیقه صف‌های طولانی در بیشتر پمپ بنزین‌های کشور تشکیل و باعث کلافگی مردم شد. سوخت یارانه‌ای در دسترس نبود و همین کافی بود تا احتمال گرانی بنزین در ذهن مردم بیشتر شود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. خب من در خیابان کارگر جنوبی پایین‌تر از چهارراه لشکر مقابل جایگاه بنزین 254 هستم. از ساعت 10 اینجا هم مثل برخی جایگاه‌ها امکان سوختگیری وجود نداره. من با مسئول جایگاه صحبت کردم، گفتن که عملاً وقتی کارت سوخت رو وارد این قسمتی که برای کارت سوخت در واقع در نظر گرفته شده و میزان کارت سوخت و حجمش رو نشون میده، عملاً در واقع فعالیت نمی‌کنه و امکان سوختگیری وجود نداره. تماس‌هایی که دوستانی که در اینجا مستقر هستن با شرکت نفت گرفتن، این که ظاهراً به اونها گفتن که تلاش می‌کنیم که یکی دو ساعته وضعیت این یک اتفاق ساده نبود، بلکه حرکتی کاملا برنامه‌ریزی شده برای شروع فتنه بنزینی جدید بود. اما در مقابل صدا و سیما بلافاصله با خبررسانی به موقع مانع از جفسازی و موج سواری رسانه‌ها شد. اما رژیم صهیونیستی مسئولیت هک شدن جایگاه‌های سوخت در ایران را بر عهده گرفت. به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، گروه هکری گنجشک درنده مسئول هک شدن جایگاه‌های سوخت در ایران بوده است. و خبر دیگه این که اختلال ایجاد شده در جایگاه‌های سوخت فقط مربوط به 60% جایگاه‌ها است که به گفته معاون وزیر نفت با اقدامات صورت گرفته تا پایان وقت امروز این اختلال ان شاءالله برطرف شود. حالا با توجه به این اتفاقات ورای نقش و عملکرد مثبت و منفی مسئولین میتوان متوجه نقش محوری و بسیار قدرتمند رسانه شد. در این سالها علم ارتباطات و رسانه پیشرفت بسیاری داشته. حالا دنیا به مرحله از علم رسیده که احساسات انسانی را، مهندسی معکوس و محتوای رسانه را با توجه به روند تاثیرگذاری احساسات بر تصمیم گیری، تولید و به خورد مخاطب میدهد یا در شاخه دیگر از آستروتروفینگ استفاده میکنند. آستروتروفینگ به مهندسی احساسات عمومی با ایجاد تصوری ساختی که از موضوعی برای هدایت دستکاری افکار عمومی در جهت آن موضوع گفته میشود. با این همه پیچیدگی‌های موجود در علم ارتباطات و رسانه‌های جمعی، حالا دنیا از رسانه به عنوان سلاحی در قدرت نرم استفاده می‌کند که شاید خطر و کشندگی آن به مراتب بیشتر از سلاح‌های کشتار جمعی باشد. ایران در کجای این صحنه ایستاده؟ با تمام پیشرفت‌های ذکر شده که کشور عزیزمان تجربه کرده، شاید در سخت افزار رسانه و اینترنت و ارتباطات پیشرفتی همگام با دنیا داشته باشیم. اما نگاهی به گذشته نشان می‌دهد در بعضی امور رسانه‌ای نه تنها پیشرفتی نداشته ایم، بلکه به عقب برگشتیم. آن روزها اگر تصاویر رنگ پریده و برفکی بود، اما محتوای جذابش به کیفیت بدش می‌ارزید. شاید اگر بگوییم تک صدایی کمی تندروی باشد، اما امروز آن تقابل نظریه‌ها و گفتمان‌ها را در رسانه از دست داده‌ایم. جذابیت انتخاب گفتمان انقلاب اسلامی در آن زمان به تقابلش با دیگر گفتمان‌ها و ایدئولوژی‌ها و اثبات برترینش از راه همین مناظره‌ها و گفتگوها بود. از همان نقد و اشراف گفتگو، انقلاب اسلامی به شکوفایی رسید. در اونجا هست این هست که افکار، عقاید، وجدان فکری انسان این آزاده. معلومه اون آزادش بکنه. کسی کارش نمی‌کنه. در وجدان اشخاص هم نمی‌شنوید. کسی آزاد فرایضش هم به جا بیاره. آزادی که سازمانش خودش داشته باشه. مسجد داره، وابستگان به مسجد هستن. سازمان مرکزی مذهبیون در دو مرکز مهم، سه مرکز قزاقستان هست، مرکز تاشکند هست، مرکز آذربایجان هست، در باکو. سه مرکز مهم مذهبی هست. یعنی این سازمان اجتماعی است در اونجا. افراد تنهایی نیستن که تو خونه‌شون فقط حق داشته باشن که نماز بخونن. سازمان مذهبی، سازمان مرکزی است که در اونجا. من سوال می‌کنم. یعنی اونا میتونن نظام اسلامی هم در شورای به وجود بیارن؟ نمی‌تونه. کسی به اکثریت نمیره. نه، حالا اگه خواستن برای این حالا. اما رفته نه تنها آن تقابل‌های ایدئولوژیک جذاب را از رسانه ملی حذف کردیم، بلکه برنامه‌های انتقادی را هم با کج‌سلیقگی و بی‌ظرفیتی هر دولتی که سر کار آمد از دست دادیم. منم موقع با آقای امیر عبداللهیان نزدیک هم بودیم، گفتم که این عمر انقلاب اسلامی بچه. بعدشون گفتش که آقا مسعود این استقبال رو می‌بینی، آخرین مسئولی که به این زیمبابوه اومده خود من بودم 10 سال قبل، سال 92 وقتی که معاون وزیر خارجه بودم. یعنی گفت از بعد از تو این 10 سال ما هیچ مسئولی در حد معاون وزیر هم به این زیمبابوه نیومده.
یعنی ما یه همیشه ظرفیتی استقبال و مسئولینش چقدر زیاد بود، مردمش چه استقبالی، عکس حاج قاسم عکس رهبر انقلاب. و حالا در گیرودار این جنگ روایت‌ها و رسانه‌ها شاید به نگاه مدیریتی آن روزها نیاز داریم. اگر حالا عامه مردممان کمتر با ترفندهای رسانه و هدایت و مهندسی افکار عمومی آشنا هستند، اگر از حداقل علم رسانه هم برخوردار نیستند، اگر هنوز هم ایرانمان در طوفان فتنه‌های مختلف گرفتار می‌شود، جدای سهم مسئولین دولتی تقصیری هم بر گردن من رسانه است. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. شیلان یا شلایی به معنای رقص شکار کردی است. شیلان در مزار استعاره از کسانی است که با سوء استفاده از نام کهن کرد بر سر مزار دختری کرد متوهم از پیروزی و به تبع قدرت رقصیدند.